بچه من دارم پیاده روی میکنم اینجا، انقدر گرمه با شرجیه موام پف کرده، ولی عجب غروب زیبایی، چه هوای قشنگی، گرم و شرجی وسط زمستون. یه خاطره بامزه میخواستم تعریف کنم، شاید باورتون نشه ولی من با جیغ زدن به موقع هفته پیش $50 در آوردم. داستان از چه قرار بود؟ داستان از این قرار بود که من داشتم طبق معمول شبونه پیاده روی میکردم ساعت 1 شب. میدونم کار خطرناکیه ولی خب من چون خیلی خواهرامو دوست دارم شبا میرم پیاده روی و زنگ میزنم، حالا هر کدومشون برداشت صحبت میکنیم و هم قدممو میزنم هم بالاخره کیپ آپ میکنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، با هم صحبت میکنیم. هیچی، داشتم پیاده روی میکردم، یه دفعه دیدم از دور، دیگه پیاده روی تموم شد و داشتم میرفتم به سمت خونه، از دور دیدم که چند تا جوون دور ماشین خواهر من دارن میچرخن و من از دور نمیدیدم که این واقعا ماشین خواهرمه یا ماشین چیه جریانش. او مای گاش، این بنده خدا ماشینش خراب شد. anyway از دور چشم نمیدید که ماشین خواهرمه یا ماشین غریب است، ولی از لوکیشنی که پارک شده بود احتمال زیاد میدادم که شاید ماشین خواهرم باشه. خلاصه نزدیک شدم دیدم ای دل غافل، آره ماشین خواهرمه و اینا کلشونو کردن تو شیشه، یعنی somehow شیشه رو شکستن یا در قفل رو باز کردن، به هر حال رفتن تو ماشین خواهرم و من داشتم رد می شدم، گفتم بیام برم به سمت خونه، اما خب اینا می دیدن که من دارم نزدیکشون میشم و اینکه اگرم میخواستم برم رامو دور کنم، اصلا تو ذهنم داشتم فکر می‌کردم الان راه حل مناسب چیه برای اینکه هم به ماشین خواهرم آسیب وارد نشه، هم اینکه اینا چرا دارن نصاب میکنن، نباید اینطوری باشه. خلاصه از کنارشون رد شدم، اون ور خیابون بودم، از کنارشون رد شدم، یه ذره رفتم جلوتر، با خودم گفتم که خب برم زنگ بزنم به 911 ولی it takes forever که 911 بیاد به حادثه، حداقل 10 دقیقه طول میکشه، 2 ساعت هم شما رو سوال جواب میکنه و معمولا توی صحنه تصادف یا صحنه اینسیدنت که اتفاق میفته شما عقلت کار نمیکنه حالا بخوای تمرکز کنی جوابا رو درست بدی و تا موقعی هم که درست جواب ندی ماشین نمیفرستن، یعنی از خدا میخوان که شما یه جوری جواب بدی که نان ایمرجنسی خطاب بشه و شما رو وصل کنن به لاین نان ایمرجنسی که اون 2 ساعت بیشتر طول میکشه و ماشین هم نمیفرستن، یعنی پرایورتایز میکنن که جای آتیش گرفته باشه یا اکتیو شوتینگ باشه، جایی جون کسی در خطر باشه یا اوردی مثلا کسی مصدوم شده باشه، به این چیزا بیشتر اهمیت میدن. anyway خلاصه منم این تجربه رو داشتم و برگشتم بهشون گفتم که آره الان اینجا دزدا ماشین خواهرم بذار اشتباه شد. من گفتم خب الان من به اینا زنگ بزنم، الان اینا 2 ساعت طول میکشه تا بخوام بیان، چیکار کنم خودم دست به کار بشم. خب الان من یه کار خطرناک، ببین من واقعا خدا منو حفظ میکنه، نگاه کن الان میخوام از اتوبان رد بشم، خدایا بس دیگه، خواسته شدی در سرم. anyway بعد خلاصه گفتم خب خودم دست به کار بشم، خودم برم به سمتشون. اومدم که برم به سمتشون دیدم که منو از دور دیدن و در رفتن، جیغ و داد کردم، منو دور دیدن و در رفتن، یعنی رفتم به سمتشون. حالا اومدم به سمت ماشین خواهرم، میبینم که خواهر عاشق من لپتاپش، کیف مدارکش، تمام وسایل شخصی، دانشجویی، اداری، سیاسی،
همه چی رو گذاشته تو ماشین، یعنی for real اصلا وحشت کرده بودم. حالا عکس العملش چی باشه خوبه؟ میگه که خیلی خنده داره، میگه که خب لپتاپ یعنی که نبردم پس من برم بخوابم. یعنی اصلا یه چیز خنده داری. بعد میگم که آخه چرا؟ خب شیشتو شکستن، بیا الان اینو جمع کن. هیچی، خلاصه نگاه کردم اومدم دیدم شیشه ماشینشو شکستن، تمام کوله باشیشون با تمام وسایلش، با لپتاپش، با همه چیش ویزیبله. خلاصه هیچی دیگه. گفت من لپتاپم که نبردم، من میرم میخوابم. من حالا هرسی، خانم روز خونسرد به تمامین معنا. هیچی دیگه، خانم خونسرد برگشت رفت که تو من گفتم من میخوام زنگ بزنم به پلیس. زنگ زدم پلیس و جریان رو براشون گفتم و گفتم ایمرجنسی، گفتم دزدا الان اون گوشه وایسادن منتظرم ما بریم. اینو که گفتم ماشین فرستادن. هیچی دیگه، اومدن یه ریپورت الکی تهیه کردن و شانسی که آوردیم فقط از موقع به موقع جیغ زدم و هیچی نبردن. خلاصه این که اینم از بعد دیگه شبونه ماشین خواهرم آوردیم تو گذاشتیم و فرداشم خواهرم رفت ماشین رو درست کرد، از بیمه‌اش استفاده نکرد، یه حدود $200 هزینه شد و به خاطر اینکه لپتاپش که تمام زندگیش توش بوده نبرده بودن به من $50 کادو داد. میارزه $50 یا بیشتر شارژش کنم؟ تو کامنت ها برام برسید. فعلا جاتون خالی، هوای زیبا، غروب زیبا. خداحافظ.